حالتون چطوره؟ یادتون گفتم اگه 80 تا لایک بخوره براتون لپ لپ میخرم، ولی به جاش یه چیز خفن‌تر خریدم که ناامید نمیشی. مینی لبوبو اون بار آنباکس لبوبو داشتم برام شرمت. اینو قراره حدس بزنیم چی در بیاد. وای اینا جلوشه، اینا هم پشتشه. اصلا معلوم نیست کدوم جلوش. این جلوشه، اینم پشتشه. چیزایی که دلم میخواد در بیاد چینی نمیشه اینا. یکی این کوکاکولایشه، یکی هم این سیکلتشه. اینم دوست دارم، این پشمالوه با این، ولی بیشتر سیکلت و اینشو دوست. بزن بریم برای آنباکس. تو کدوم انتخاب میکنی؟ خب اونورم برای من نمیتونم ببینم چیه. نگیم چیه توشون. باز نمیشه. باز شد. بچه سیکلتش یعنی خیلی زشته، خیلی زشته. سیکلتش اینه. خیلی من فکر کردم شفاف. معلومه این درمیتون بتون سامش. اینو فکر کنم باز شده، چون آخه نگه میشه همچین جور لب بود. اصلا بچه واقعا بذارم این چیزشه یا نه. سیکلتش چقدر زشته. این سیکلتشه که همین درمت مطمئن نیستم. خیلی زشته، حداقل کلش درمیومد. این میگن بزنتون نکر بدم. اگه من راستشو بخوایم بهش نمره بدم 2 میدم. 2 زیادی شد ولی حالا اثرش هم زیاده. سکلت. خب ناامید شدم، میخوام برم پسش بدم. واقعا میگم ناامید شدم. اگه کسی خواست خیلی بدشانسم. اصلا بچه شما چند میدین به این لبوبو زشت؟ خیلی زشت و افتضاح. تنم نمیشه. برو دیگه گم شد. بچه دیگه نمیخرم. اگه سعی کنم اینجا خوشگلاشو پیدا کنم بخرم، ولی نمیارزم. اینش هم در میمد خیلی دوست داشتم. واقعا افتضاح بود. اصلا 2 هم نه، 1 میدم. 1 استرس هم زیادیه. 1 ممنون شم ویدیو رو برعکس لایک کنین و کامنت بذارین برام این بار چی بخرم. البته لبوبو اینا که اینا رو نمیخرم. زنگا لبوبو اگه این ویدیو به 80 تا بخوره براتون 4 تا چیز میخرم. 4 تا لپ. ممنونم که این ویدیو رو لایک کردین و تا آخر ویدیو این ویدیو جذاب و که با این خرابش کرد دیدیم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.